سلام. یکی از راه‌های پیدا کردن کارهای دولتی این هستش که بریم توی وبسایت کلکریرز، با هم میریم و مرور میکنیم به یکی از جاب تایتل ها اونجا. خب calcareers.ca.gov یکی از سایت دولتی هستش که شما میتونید ایجنسی ها و وزارتخونه های مختلف رو کاراشو ببینید. توی قسمت سرچش من میتونم مثلا بزنم دیتا انالیست و ببینیم چه کاری برای ما میاد. خب اسکرول داون میکنم میام پایین میبینم بیزینس دیتا انالیست هستش و در واقع ورکینگ تایتلش هستش، ولی در اصل اینفورمیشن تکنولوژی اسپشیالیست 1 میشه. اینجا در واقع فرمتی هستش که کارا رو اینجوری می نویسم. مثلا فرض کنید که من دومی رو میخوام انتخاب کنم، اینفورمیشن تکنولوژی اسپشیالیست 2 که دیتا انالیست هست. روش میزنم. پوزیشن جاب پوستینگ ما دیتا آنالیست هستش، دپارتمان رو نوشته، حقوقش رو نوشته و اینکه تا چه زمانی من وقت دارم که این کار رو انجام بدم، یعنی در واقع واسه جاب اپلای بکنم. جاب دیسکریپشن هستش، دیوتی ها رو نوشته، اینکه تل ورک هستش، ریموت هستش یا نه، مینیمم ریکوایرمنت ها رو نوشته، اینکه کجا قرار گرفته و همینطور یکی از قسمت‌های مهم قضیه مثل کاور لتر و رزومه SOQ هستش. SOQ همونطور که اینجا نوشته Statement of Qualification هستش. مثل چیه؟ مثل SOP میمونه که شما برای دانشگاه وقتی اقدام میکنید باید بنویسید و توضیح بدید در مورد خودتون و اهدافتون برای کاریابی. بعد نوشته که چه کسی در واقع واجد شرایط هستش، چه چیزایی رو باید بلد باشه، AWS باید باشه، آژر فلان بهمان و جزئیات دیگه که قیافش در وهله اول بسیار وحشتناک و سنگین هستش، ولی خب در اصل یه سری در واقع شما داکیومنت شاید در قسمت پرایوت سیکشن شما اینا رو احتیاج نداشتید، ولی توی کار دولتی احتیاج دارید. وقتی که اپلای رو بزنید و اون اپلیکیشن، یعنی اون پروفایلتون رو درست بکنید و بنویسید که I have eligibility و برای این کار اقدام بکنید، برای اولین بار باستی اکانت درست بکنید. اکانتتون رو که درست کردید و لاگین کردید، شما به قسمت در واقع سروی اون جاب میرید و ازتون میپرسه سن و سالتون چجوری هستش، میل فیمیل هستین، اتنیسیتی تون رو میپرسه و یه سری سوالای دیگه. و بعد از اون شما بعد از اینکه یه سری سوالای حالا واسه این پوزیشن همونطور که میبینید من نمیتونم برم نکس، چون باید یه سری چیزایی رو اگری نشون بدم، کانسنت همو نشون بدم و الیجیبیلیتی رو به جواب بدم و غیر و ذالک، که اینا رو اگه پر بکنید برید جلو و یه سری چیزایی هستش که تایید بکنید، ایژوکیشن و این مسائل، میرسه به این که مثلا یونیورسیتی یا در واقع مستر دارید، پی اچ دی دارید، این رکوردها رو باید بنویسید، سرتیفیکیتاتون رو اد میکنید. بعد از اینه که اد کردید
بایستی بر طبق جاب دیسکریپشنی که اینجا نوشته اون لتر SOQ رو بنویسید هر فرمتی که گفته و بعد از اینکه همه اینا رو تکمیل کردین و سابمیت کردید استاتوستون رو میتونید اونجا ببینید که under ریویو هستش، اکسپت شده، اکسپت نشده. معمولاً حدود 1.5 ماه 2 ماه بسته به وزارت خونه و اون شرکتی که شما و جابی که اون در واقع بخشی که اقدام میکنید بستگی داره که براتون طول بکشه. و من یک سری لینک ها رو برای علاوه بر کلکریز خواهم گذاشت که بیشتر به درد مصاحبه کارهای دولتی میخوره که اونو تو سکشن بعدی بهتون توضیح خواهم داد. ولی اگر سوالی صحبتی داشتید میتونید تو قسمت کامنت ها برای ما کامنت بذارید.